یگان زن از بی پدر می باشه که چیش که برو میره لایت میده برو بخیر میره نفری را میگیره خلاص شوی اولاد ایلا میده دقیقش نمیشه. میگن از شیر مرغ گرفته تا میه هر چیزی که اینجا بخوای پیدا میکنی. گوشهای شما دوستا چشمش دیگه اما تا چی میگن اینا پایینش هیچ تو کاکا جان ای وام کلی رو با هسته گوشت قاق لاندی هر چی کسک باز قاق میگه باز لاندی قاق شوسته که بیاد پوست نداره لاندی کسک پوست داره و پرسوز که میشه بازور لاندی میگن اگه دیم طرف یکی دم تخریم آمد نظر میره ایمت کتب گفته باشه تا چشمای من نداره تا خودتی هم بجای که همین دروازه رو وام میکنه که کی نپالیجه طرف دمیجه میره وام میکنه مادرش میگه چیکار پیش بچه من ترتیب ما تو والا یعنی میت یک چیزی سر ما آمد. درود و سلام خدمت شما همه دوستا و بیننده های دیدار وطن. امیدوارم همراه با فامیلای معززتان در هر گوشه و کنار که هستید در این هوای سرد زمستانی گرم و نرم باشین و زندگی را خوش بگذرانین. دوستا قسمی که میفهمین بک‌گراند پسر ما رو میبینین، امروز میفهمین کجا آمدیم؟ کوچه کافروشی که در این منطقه از گوشت خوش گرفته تا به تمام پرنده ها، غذای مودانی پرنده و لوازم سلمانی و تمام هر آن چیزی که شما بخواهید در کوچه پیدا میشه. و من فعلا در کوچه مسجد پل خشتی هستم، نه دیگه در میدهن کوچه هستم، میرم بخیر پیش. اما اول برای شما گوشت لاندی یا گوشت قاق میگیرم که در این زمستان خیلی کیف میکنه و بیشتر مردم ما و شما خوش دارن و می گوشت قاق در زمستان لاندی پلو جور میکنن. با ما باشین. بخیر گپ از زمین شروع میکنیم، از زمین دکان گرفتن، اما تا بخیر میریم طرف پیش. سلام علیک. لالای خان ما پیشم یا خدا کت میایی؟ ما به اینا دوستا. بسم الله. سلام سلام. بخیر ان شاء الله. شکر فضل زادت خوب است؟ خیر جان جوره چی الحمدلله شال احوال. شکر فضل خدا. بخیر باشی. نامک؟ نامک ما مومد بیشینم دیگه پولیت. بیشی جان شال احوال. شکر فضل خدا. شکر. چطور میگذره از زندگی کار و بار یا وای سر؟ والا شکر فضل خدا، خدا را مهربان است میگذره. خوب بسیار خوب. شکر است. نگو چه قصر دو میفضل خدا و خیلی گرم. فضل خدا هوا بخیر. امسالیش به زمستان نمیمونه. سال به زمستان نمیمونه. تا فعلا صحیح است. تا فعلا صحیح است. روزایت داریم دیگه مشکلی. روزایت داریم. شکر. خب کار خداوند است، چون یک مشکلات اقتصادی که پاس خداوند دیگه بازم خدا مهربان است، رزق روزی را که حواله کنه به رقم میرسه. هوا گرم است، یکی داره یکی نداره، بسوزانه نسوزانه دیگه خداوند خودش عالم الغیب است. راست. خب گفتیم کوچه کافروشی. بله. در اینجا تو کدام مشری کدام بزرگی کدام کسی هست که 60 70 سال عمر داشته باشه یا زو بیشتر که بریم باش چند لحظه گپ بزنیم؟ من بله بله هستن. خب فعلا نامدن دیگه، حالا بچه‌هایشون هست، نواسایشون هست اینجا. فعلا نیست. اونو کاکای ما کس خیلی سابقه دار است اینجا. خب میریم دیگه. سنده از مخور ترکی از 7 سالگی که تال نمی چوک است. خب چی هست این بغل چی هست؟ روغن موی است، روغن خوراکی است، چی هست؟ یا رقم روغن است، روغن بنگانه است، روغن شرشم است، روغن کنجد، روغن زغر است. هر رقم که می بخوای هست اینجا پیدا میشه. روغن زغر همراه شرشم یک دوستان ما شناختم. خامی زغر که از به نظرم برای قابلی و هم چیزا. بله و هم از کنجد هم از به قابلی به هر چیز. بیشک. کیلو چند است؟ که از زیتون که از به او به موی از بجان چربی است به این چیزا. کنجد کیلو چند است؟ 3.5 ساعت. 3.5 ساعت. بله. و از زغر چطور؟ او 2.5 ساعت است. او ارزان تر است. کنجد نسبت به زغر 100 را بلندتر است. بازور کیفیت و مزه خاص خدا داره. هر کدامش قیاس چیز خود داره. بله. و یک چیز دیگه میگه که من متوجه شدم این پوستین هست، چی هستی؟ پوست است، پوست آووس،
پوست گرگ است، هر رقم پوست اینجا پیدا میشه. پوست پلنگ هم پیدا میشه، پوست شیر. و هر رقم پوست بخوای اینجا پیدا میکنی. پوست روباست اون سیار میبینی، پوست روباست. روباست. جان مرگی چقدر مقبول بوده باشه، سعی کنید چلو خوب پشمش پولو ده پولو است، سرسیز روباست. بله. باز مردم بر چی میگیرن؟ این مردم بسیاری بیگان بسیاری او را با چیز میگیرن، به خاطر تاویز چیز سچسته، به خاطر ها دیگه بسیاری کس میبره به نمود خانم بند میکنه، به جای نماز میبرن، بسیاری چیزا جور میکنن از این. شکل من نمیفهمیدم. خب بازی را کم کم میفروشین، مطلقی میفروشین، چه قسم؟ کم کم میفروشیم، بستان میفروشیم، نظر به خریدار از خرید. بلستکی هم بتاویز که میبرن، یک بلستش قیمتش 1.5 صد، پس با بسته که میبره 1500 1200 2000 اون روبا که هست او با 700 است 600 است قیمتش. هر کدامش فرق میکنه. نه خردتر از نسبت به این بسیار بزرگ است، خیلی است روبا دیگه. بله خرد است. خب نام خدا دکان خوب دوستا پر جمع و جوش. ای طرف یک کلش دانه پرنده است. یا کلش دانه پرنده است، دانه کناریز، دانه کوک است، دانه مرغ است. همه هر چیزی که پرنده است دانش موجود است. بیشک والا دانه مایا موجود است. اونو پاکتکا رو میبینی و دانه مویست. هم سرخ است. سرخ سبز. دانه مویست. نه دوستا بی من خود گفتم میگم هر روز که شما خواسته باشین دانه هر پرنده را که خواسته باشین دی کوچه پیدا میشه. بله میگن از شیر مرغ گرفته تا هر چیزی که اینجا بخوای پیدا میکنی. نه دوستا بیا میگه شیر مرغ اینجا پیدا میشه. تشکر الله قند. سلامت باشید. زنده باشید. میشه یگان چیز نوشیدنی خیر ببینید سلامت باشید. دوستا گفت براتون جان که از شیر مرغ گرفته تا به هر چیز خواسته باشین در این کوچه میبخشید این منطقه پیدا میشه. خوب بیایم چند از این جمله کوکو جان گپ بزنیم. زیاد لاندی گفتیم که هوای سرد زمستان است و مردم هم خوب لاندی پلو میزنن دیگه. نوش جانشان. سلام علیکم. علیکم جان بیگر. کاکا جان خوب است ان شاء الله؟ شکر زنده باشی جان بیگر. سلامت بخیر هستین ان شاء الله؟ فضل خداست قربانتم. شکر. امروز چطور گذشت کاکا جان؟ کار و بار و امورات زندگی؟ با فضل خدا امیت که در سر تا سر کابل و اجازه است من میتونم بیم؟ 1000 دفعه. اینا که در کمره بیم. خوش. با فضل خداوند امنیت که باشه همه کارم می باشه، مردم به حساب آرام میتونه که کار خودم کنه جان ما. بله. همه روز ما خوب نورمال میگذره. بسیار خوب. همین شکر است. 1000 باشه. 1000 بار شکر گزار خداوند هستیم، بسیار زیاد. بله بدون شک. خب کاکا جان آمدیم سر لاندی. یک کمک اگه میشه بریم دوستای ما از امی لاندی و گوشت لاندی بگویی که ای چطور دی کوچه آمد و چطور حال مردم از این مفروشن و مردم میگیرن نمیگیرن، خارج میبرن یا میجا مردم میخره، چطور گپ است؟ میره گپ یک قصه بر ما بکنی. جان مامای خلاندی که هست که عنعنات بسیار دیرینه مردم کابل ما و شما هست. بله. که مردم باش آشنایی زیاد دارن. باز موسمش اینا در غیر موسمش در دیگه وقت نمی باشه. حالا خود زمستان است، در موسم زمستان تا آخرای بود تا آخرای عمل لاندی می باشم اینجا. بعضم دوستا و وطندارای عزیز ما میبرن به خاطر میمانی می داشته باشن، قابلی میبرن به خاطر شوروا میبرن به خاطر بعضی چیزا. بله. و یا خارج میبرن دیگه طبعا. در وقتی که هست بسیار کم شده. دبی میره، یعنی ترکیه میره. پیش که بود سابق در رژیم جمهوریت که بود حتی امریکا و آلمان و جرمنی و ایسونا میره بسیار زیاد. بله. خب گفتیم چطور ای آمد در کوچه کافروشی؟ ای از همه سابق بیش از 40 سال 50 سال ای قدامت تاریخی داره که آمده. دیگه ما خود ما و قدر با شما چی بگویم دیگه، با ما حسابش معلوم نیست. پدرای ما دیگه بابا کلانای ما اونا آوردن اینجا و ما به می سیستم از اونا با فروش میرسانیم پیش میریم. امسال چطور خودتان هم در خانه نوش جان کردی ازی؟ جان بیادر خود یگان وقتی که خانه میل کنن باز ما میبریم اونا خودشان پخته میکنن. منظورم این زمستان برده بودین دیگه حتما؟ زمستان برده بودیم. نوش جان. خب فکر نام خدا بازار خوب جمع است. یا اجازه است میدم این مواقعی یا تو چشم چی میگن؟ پوست از جان ما میبخشیم روبا. پوست روبا است که پوست کل چیزش واقعی است من تا چشمای از اون مصنوی است.
گوش های شما دوستا، چشمش دیگه همه تا چی میگن؟ اینا پایینش ایچ تو کاکا جان ای و هم کلی رو با است، واقعی است؟ واقعی است، چشمایش مصنوی است. چطور آوردین اینجا؟ کدام سر حساب داره یا چه قسم؟ این کدام سر حساب نداره، ما به خاطر که بعض پوستا را سودا میکنیم مثل یک سمپل نمونه واری جا آوردیم. که این پوست هزی واقعی است؟ واقعی است جانم. بله. بخیر باش کاکا جان، سلامت. انشالله که زندگی همه قسم خوب و خوش بگذره بر تو. زنده باشی، قربانتم، برای شما هم بگذره، به تمام هموطنای عزیز زیبای ما، چی مسافر از خارج است کشور است، چی در داخل کشور است، مردم رنجیده ما، خداوند شب روزشان خوش بسازه و خوش باشن. سلامت باشم کاکا جان. زنده باشی. بخیر باشی، وقت خوش. زنده باشی. خدا. سلامت باشی. بخیر باشی. اینا دوستا، این هم گوشت لاندی بود. کاکای ما در خانه بوده، نوش جانش، ما هم در خانه به اجازه تان یک دو شبک پیش نوش جان کردیم. حالی کن بس الله لگه باش که دوستا ما هم بریم این طرف. اینا اینجا نام خدا خوب پر است، خوب پر جمع جو شود. به ما جای نیست. سلام. میشه لاله قره چنه وقت به ما بتی. خیری بینی، سلامت. بخیر است ان شاء الله. سلام بیاد. بله سلام. جان جور سلام. خیر عافیت داری. حالا وارد خوب است. باشی، سلامت. کمک اگه خود طرف کامرا داور بده. این تا خب بخیر است ان شاء الله. شکر، سلامت، زنده باشی. خیر باشی. آمدیم طرف چشم طرف از گوشتای قاق یا بگوییم گوشت لاندی بگوییم، هر دو شکی زگه نه؟ گوشت قاق لاندی هر چی است. باز قاق میگه، باز لاندی. قاق شوسته که بیاد پوست نداره. لاندی کسک پوست داره و پرسوز که میشه بازور لاندی میگن. امروز باز دوستان به معلومات ما افزوده شد. بله. خب یا گوشت گوسفندی قسم میشه، گوشت گاو میشه، برام میشه، کلش گوشت گوسفند است. کلش گوسفند. دقیقاً یگان را بزام است که یگان از همشهریای ما گوشت بزام میگیرن که به خاطر به حساب چربی یا چربی نداره باز. بله جانا چربی نداره به حساب که فشاریا داره باز گوشت بز میخورن. خب بسیار خوب. با چطور است فروشات گوشت قاق یا گوشت لاندی چه قسم است فعلا امسال؟ البته شکر خوب است، فضل خوب میبره مردم. ناشکری نمیکنیم که ان شاء الله خوب است. بسیار خوب. اینا خودتون قاق میکنین یا مردم از ولایت براتون میارن میخرین باز مفروشین؟ چه قسم این نفر داریم از ولایت، از سمت مثلا دایکندی و سون هزارجات، سون سمت شمال مال زندهش میاره. باز ما در قلاچه جای داریم اونجا دیگه باز ذبح میکنیم، اونجا پرسوز لاندی میگه، در شیوکی خشکش میکنیم. بسیار خوب. دسته شیوکی بله. و کیلو چند میاد؟ کیلوش دیگه 750 افغانی بر شما دوستا، بر بشریان 700 نه دوستا. آمده نام چینل ما رو بگیرین خوینده براتون مرات میکنه لالای ما. چرا نیک. خب گوشت ارتوش یکی زگامی که چی میگن لاندی و دیگهش که است ارتوش یکی یک نرخ است جانا. نرخ یک نرخ است. گوشت هم یک گوشت است، باز پوزدار میگه، باز بی پوست. خب بله. خدا مین دوستا خوب گوشت که سفید بگویم، اما تو خوب گوشت پاک صفا سایه خشک میکنیم مثل کشمش سایگی واره. خیلی ببینید. باز دفعه اگه خشکش کنی بازو هفته کس میسوزانش. بله بازو دیگه چی بگم مو باسونش ببینی دلت نمیشه بخوری دیگه. خب نام خدا خوب زیاد تا مزه دیگه چطور است مردم خارج خو میبرن طبعا؟ بله همشهری خود افغانای ما شما مثلا از خارج میان دیگه سوغاتی شدن این گوشت قاق لاندیس که خود میبرن. اول که میان خدایی جان نوش جان میکنه باز برای باز اونجا بردگه دوستا باز میبرن اونجا پخته میکنن، باز خبر میکنن میان میشینن نوش جان میکنن. نوش جانشون خدا داده دیگه. تشکر، خدا نگیره. بخیر باشی، زنده و سلامت. در پلیس دانه و چیزا هم دارین نه؟ دانه پرنده باب است، دیگه روغن باب است، از ما تیل شرشم کنجاره و روغن پنبه‌دانه و این چیزا است. بسیار خوب. و هیچ اسم میره نشناختم. این کنجاره است، برای روغن کنجاریش است، دیگه روغنش برای جلبی و ماهی یا کار میته. میشه والا خوراکی است. روغنش کسی جلبی و ماهی یا رو که میبینی توسط روغن پنبه‌دانه پخت میشه. روغن پنبه‌دانه که قندار جور میشه، از قندار میاد. شک والا فابریکاش در قندار است، از بر ما میره، ما اینجا بده برای همشهری خود توزیع میکنیم. این اقتصادی تر تمام میشه که مردم ها به خاطر جلبی و ماهی چیزا میگیرن یا نه، یا کدام سه حساب دیگه داره؟ نه اقتصادی هم تمام میشه که روغن پنبه‌دانه کسی بسیار لنگردار میسوزه. این روغنایی که از خارج میاد مثلا نی هفته و پرست یا کس ات برات بگویم که مثل کاغذ چوب بلوط است و پرش داره، در آتش این پرش نداره، این نمیپره بیاد. باز یکی ورق زیاد آتش کنی سیاه میگرده. این کچی آتش بخوره بتونه زرد کس است. این قدر فرق است. بیشک والا نمیبینید دوستا، در هر برنامه ما کوشش میکنیم به معلومات ما و شما اولش خودم دوم شما افزوده شود.
تشکر الله خیر. قابلش خوش نیست. امروز هم کلام کم شدیم. چلا. سلامت باشید. خدا خیر حافظ. بخیر باشید. نباشید. دوستان نام خدا دیگه بازار خوب پر جنب و جوش است. امروز ما از طرف بعد از ظهر آمدیم چون که از طرف صبح خیلی ازدحام است، خیلی بریبار است و به این خاطر ما از طرف بعد از ظهر آمدیم. این طرف هم دیگه تمامش اینمی دانه ها و روغنیات و هم چیزاست که بر روغن موی است دیگه، روغن موی است، اینمی پوست است، دانه است، تمام هر چیزی گفتم که شما خواستم اینجا پیدا میشه اینجا. خب بریم پیش چند دقیقه اینجا امروی این گذراج گپ بزنیم. چاکور هم تیز میکنه، باز همه تیرم گرفتن بیریم بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. بخیر است انشاءالله. صحت خوب است؟ الحمدلله. چال احوال؟ تیز کن از کار نبالای خند. چاکو تیز میکنی؟ جانا چقدر امکان شده بود یعنی بخی نو است همش میکنی؟ نو دیگه نو جورش کردیم در برای فروش آمادهش میکنیم بخیر. بسیار خوب. دوستا ببینی قسمت ساتول میگن نی؟ بله ساتول است، کارد است، کارتمال است، تبر، قیچی، شمشیر، هر چیز است. من میگفتم یک شمشیر نیست، نه شمشیر هم است اونجا. شمشیر هم هست اونجا. شمشیر هم از دوستا. بله. خب بازی وطنی کل از یا بیشتر؟ بله کلش زیادترش وطنی است. ساتول یا کلش وطنی؟ کلش وطنی است. نام خدا وطن ما شما الحمدلله بیادر کل چیز داریم. اگر بعضی کسایی که چاقوش کن میشه بیارن براتون تیز هم میکنین؟ بله چاقو هم تیز میکنیم، قیچی هم تیز میکنیم، پل ماشین گوشت، ماشینای سلمونی، تمام این چیزش تیز میشه. بیاریم بیادر هم چیزای کل که کند از برین نمیجا براتون تیزش میکنه اینه پل وره. اما خیر بین الله خان. سلامت باشی. بخیر باشی. خیر الله خان. خانه آباد زنده باشی. سلامت بخیر باشین. دوستا نام خدا اینجا دوستای ما را زیاد محبت میکنن امروز ما و شما. خداوند خیر نصیبشان کنه. اینمی محبت در خارج کس نداره. اینمی احساس که هموطنای ما شما در داخل وطن داره در خارج احساس کس نداره که یک هموطن پیدا شوه بگه بیا بدر چای بخور یا بیا بدر نان بخور. این گپا نیست دیگه اون طرفا. باش که بریم یک چند دقیقه طرف که امرای لالای ما رو گپ بزنیم. اگر این هم نانم خورده شده ما چه می نان چه وقتی. السلام علیکم. بخیر خیر زنده باشی. سلامت. شکر. چی حال احوال؟ شکر فضل خیر باشی. ما اونمو رو نشناختم که در سر چی میگن همین کرایی است. کاس مایده مایده؟ مایده شکم هم میگنش. خب بسیار خوب. دوستا ایرا بسبک نگیرین فهمیدی؟ ای بسیار خوب گفته مردم مفاد داره و بدر مایده میگم بسیار خوب است برای معده و میروی یا خوب. تو مایده میگن یعنی قطع است. توتا کردنش بازم تو مایده میگن. مایده میگن. پیشم جگر است. جگر گوساله. دوستا میگن که میگن که جگر است والا واقعا که جگر مزه‌دار است. خب پخته میکنین گوشه میمونین دیگه باز کس که خواست دیگه والا وقت دیگر یکم تا که من با چاش بیری باره که جواب میموشن. شرط میزنم که زیاد علاقه‌مند داره. مایده جواب داره. مایده زیاد داره. دوستا میگن کتا علاقه‌مند زیاد داره مایده زیاد علاقه‌مند داره. مایده از خاطر با معده و یا فایده داره زیاد با میروی با مردم جواب. تمام روز برنامه را که ما بر شما میگیریم با معلومات کل ما و شما دیگه افزوده میشه. خب خوراک چند از باز؟ خوراک 180 120 هر رقم است. و جگر چطور؟ جگر هم اون رقم است. 100 120 150. والا چقدر خوب. خود دیگه پاک صفا دیگه خودت جور میکنی. خودم ما جور میکنیم با دوارات جور میکنیم و زفاین میکنیم. دوستا ببینین داخل نام خدا هم تو یک جایی که از دیگه ایجا دایی منطقه کافروشی نام خدا بسیار یک دکانه که مقبول هم است و اینم یک غذای لذیذ مایدگک هم برای شما جور میکنن. بخیر باشید. بخیر سلامت. جانک خیر ببینید. سلامت باشید. تشکر. بخیر باشید. دوستا هم بود مایده. ما گفتم شاید کتا باشه که مایده بود نامش مایده موندن نگنه چی است شکمبه است. نمیگیریم کاکای قن روی میگیرن کاکا جان گفت از نگیرین. دوستا این طرف کس بر میگرده به طرف سر چوک یا طرف چوک که میره طرف سینما پامیر و کلش نمی جای نماز و قالین و این چیزا هست. و این طرف که میریم اینجا دیگه چی میگن کلش نمی پرنده و اینمی پرنده باب است خلاصه دیگه. تمام پرنده را که ما شما ضرورت باشیم در این منطقه در این کوچه پیدا میشه. از دانش گرفته تا به چیزای شوقی و تباب چیزایی که
برای یک پرنده ضرورت است. زنگ پای چی میگن کفتر، آبخوریش، بسیار هم چیزی که خواسته باشیم پیدا میشه. بیا که بریم در این طرف پیش باش که دوستای زیر بری بارک است، ازدحام زیاد است نام خدا. دیجا بیا که دوستا ما و شما همی خانه نفرش بدر گریخت، ما نمیگیریم. بیا بدر نفرش بدر گریخت، او را نمیگیریم. آمدیم این طرف میزرک بری بارک است. خب خیر باشه میم دوستا. اینجا زیادتر چی میگن کوک است. اینجا کسی بدر چند گپ میزنیم. سلام علیکم. برادرای دین خوب هستین؟ تشکر. صد خوب ان شاء الله. زنده باشین. سلامت بخیر باشی. بخیر باشین. آمدی کدام پرنده را میخری که برای شوقی یا برای علاوه کردن؟ نه اگه واقعا چه پرسان کنه شب خانه از دوستای ما یک دانه توتی اما تو خدایی از درخت پایین شد آمد. امروز آمدیم در از یک دانه قفس خریداری میکنیم که باز بریم پرت امام نه با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا دادگان را خدا داده. بسیار توتی گرفتین؟ توتی از بله. والا از کجا گرفتین؟ از درخت اینمی آدم وضو میکرده. از همین درخت آمده سر از بازی دوستای خدا کی قسم کرده داخل پنجره داخل خانه رفت. شک به خدای تو بیا بدرکی نماز تو چقدر برکتی بوده نام خدا. ماشاءالله. سلام علیکم. برادر خوب هستید؟ زنده باشید. خداوند اونمو تا عبادت قبول کنه. والا زنده باشید برادر خدا کمت نکنه. ما در این خانه می دمای شام بود که میخواستم وضو کنم بر نماز خفتن. دیگه دمی چون برقام نبود همین درخت یکی دم سر امامت از داره میره امامت کتاب بود باشه تا چشمای من نکنه تا خودتی بجای که همین دروازه رو وا میکنه که کی نپالیجه طرف دمیجا میره وا میکنه مادرش میگه چیکار کنید بچه من ترتیب ما تو والا یعنی می یک چیز سر ما آمد که گروپ موبایل انداز تو دیدم که مادر یک دونه نمیرسم توتی اونجا مون هست اون اینو تو توتی مو جاست دیگه باز گرفتم مامور بدر یک ناز داریم نوازش داریم باز حالی آمدن دادا یا دادا تو بچه قفات برش میشه بریم که تواف یا برش بشک دیگه دمی که نان در میره صحاب میره این کلان گپ است. بخیر نه تو طالب یا دادا بر تو اومده. خدا دیگه آورده برای ما دادا دیگه ما شکرش بجای میکنیم. چند قیمت داره؟ والا برادر مال پرسان کردی اجازه تو من یک دونه توتی بود از من کلاوت شد رو بی دیدم کلا خوب شد اینا گفتم میخوام 15 تا دو دارد گفتم معلومه که خداوند با ما داده که 1 لک روپیه کرده بود کته نمیتونه بشک. خب دوستا اینا داره دیدین فایده نماز خواندن فایده طاعت عبادت اخلاصانه را بخیر شما تشکر دیگه بخیر وقت نمیگیرم وقت شما را نمیگیرم سلامت مدیدار همچنان تشکر بخیر زنده باشید بخیر باشید. اینا دیگه دوستا ببینن پرندار نام خدا چه قسم سر و صدا است چه قسم آواز دارن. دوستا اینجا خب میبینید که نمی پرنده این بازار نام خدا پر است. سلام علیکم. وعلیکم کاغذ خوب است ان شاء الله. خیرت جانک صحت خوب است. خوبه الحمدلله خیر بینی بخیر باشی. در اینجا خودم کوک زیاد داری. کوکم است این آدم چیره است کفتر است. خب همین آدم چیره گفتیم همین آدم چیره چطور نام از آدم چیره موندن؟ والا می چشماش کس آدم واره دیگه دیگه آدم واره نیست. نه پرنده است دیگه خاطرکات میشه ضابط یک گوشه شوی. خب نامش فقط آدم چیره است. نامش آدم چیره است. بله باز ایرانی ما شما ایراد چی میگن به نظر میگن مرغ عشق. بسیاری مرغ عشق میگن ما شما که هستیم آدم چیره میگیم. آدم چیره واره گپ خاطر میگم مسئله نامش مانده شده بیادر چی کنیم دیگه. دیگه شوقی یکی مرغ عشق میگه یکی آدم چیره میگه یکی مثالش پرنده میگه هر چی که خوش آمد و پیش آمد دیگه میگن باز چی است قیمتش چه قسم است؟ قیمت از اونواش که 300 است یاش 2.5 است. این حال پولندیاش که از با قیمت است نیست از پولندی و شپپر که از قیمت است. خوب ارزان است خوب است دیگه خیلی خب پاکستانی است. اگر پولندی باشه پولندی باز جوره 1500 2000 است این چپپرش 3000 والا هر کدام از خود چی داره ای که از پاکستانی است. و کفتر امری است سیاه شیرازی است. سیاه شیرازی سی امری سونو سیاه پتاین است. اینا دوستا باز نگینمش نسی شوقی خو هستی شوقی نباشی نه خوش دارم. خوب چیز است. دمی پرنده باب وفادار کس کفتر است. در چارپای کس سگ وفادار است.
این سزار سوتدش مگم صبح بخی پس در پشت کوچه است. والا محترم. یگان زن از بی پدر می باشه که چیش کد برو میره لایت میده برو بخیر میره نفری را میگره خلاص شوی اولاد ایلا میده در قصتش نمیشه. مگم سگ 1000 سوتد 1,00,000 سوتد صبح بخی پس در پشت خانه وفادار است. این پرنده کس در پرنده باز کفتر وفادار است. مردم میگه توتی مینا دونو بام که رفت خلاص از تو خلاص شد. مگه میره از اینی جلا که هر سر دنیا خانیت باشه پس در خانیت میره وفاداریش نقص پیش میلیونا خانه است دیگه جای نمیشه پس پیش خودت میایه. بازی یک خیلی کلام هم هستی که میپرانن با کجا دوستا میره. من خودم شنیدیم دوستا قصه کردن میره میال نزدیک نبودی که من میبودم الا میکنم بر خیلی سایک که کجا میره خاط میگریختی میگی تو علاوه تاشم وطندار که کفترهای تو رفت گم شد. اینم تو گفتی کاکو جان کفتر از یک ولایت گرفته بودن برده بودن در یک هفته بعد میگه پس پیدا کرده دامن میشه. هست شرط میزنن شرطکی است که گل خیل اعلام میتن از قندار مزار اینجا میگه این از جلال آباد اعلام میتن یا از میاره از جلال آباد اینجا اعلام میتن شرط میزنن دیدگی دیدیم. از با لمبر دارن در پاهاش لمبر صاحبش هم از تلفونش از خودش از هر کس که اول رسید برد بازو بیشکر پرنده است. بودی باز قیمت هم باشه و قیمت از دیگه مثلا تا چند باشه و 2000 3000 از این دو چپ برام آورد. کاکا جان دیدی خودت دو چپ والا یک روز دمیجه یکی آورده بود. یکی آورده بود یک بال سوز بود یک بال زرد. دو چپ هم چشم خود دیدیم. اصلی بود دیگه اصلی بود اصلی الوگر آورده بود. نوش جان صاحبش. جانو که داشته باشه یک جوره خلاص کار جور است. فقط یک دو تا همین قاستا را پیدا که یا ملاقی را که تخم داد زیر پای از تیر که تو چپت خراب نمیشه اون چوچه او کشیده میره. اگر پر شوقی باشه اگر نباشه خودش هم میمونه خراب میشه. کفتربازای ما دوستای ما کفتر شوق کفتر داره کفتر بازم پیش بشینه بخیر که اینا کل معلومات کاکای ما براتون مفت رایگان داد. که چپ صاحب شوند. باز قیمت دو چپ بلند است. قیمت دو چپ باز نمیفروشن. که موتر کرورا را بیتی بگو مره نمی کفتر دو چپ تا میگه نه نمیتیتا کفتر بسیار پاک چیز هم است. که پاک نباشد در سخی جان از در مزار اینجا سوچه است. میدیم خیلی پاک چیز است. پاک چیز است. بله مگم با دوام است. مثالش نه نفر همین سنته مغزی میکنه او را دفتن پیش دکتر میبره این می دواش است. چه قسم مثلا این مقصد سنته مغزی میکنه در خانه فامیلی رو پیش دکتر میبره پیش ملا میبره پیش ملا نبره میگه فقط یک افترک سوس برش بیا بخریجه چی کو یخنی کو برش در خانه تنها نمو یخنی شبت صبح گل واره جور میشه. نه دوستا نام خدا پیشک والا معلومات شما من خب میگم دوستا باز تاکید میکنم جا شده میرم قسم کفتر خوب چیز است والا. اینا مرا شوقی ساخته که من باید یک نگاه کنم. دیگر کدام میبری صدقه سر خانه با سلامت حتما با ششم خاطر برید در خلطه پرتم خیلی بین ان شاء الله پیش بیا هزار کرد خانه با سلامت زنده باشی سلامت بخیر هستی جانک جور است. صحت خوب است خوبش. نامکت مصطفی جان. اینا جانکم خودش میگه آفرین. مصطفی جان اینجا کار میکنی سایت تو سرد است اینجا کار میکنی یا آمد آمدی گذری برای سایل آمد آمدیم چکری اینجا کارخانه میکنی باز خانه کجاست خانه پوسته کچالو پوسته کچالو اگه اشتباه طرف پیست فامیلی خانه باز تو تا یو اومدی تو رفیق خانه نمیشن آمده بودم. خب باز آمدی شوق کافروشی در سرت زد. بله خب تفلکا یا زیاد خوش دارن. خب چیز مثلش آمد باز داد آمد خب دیگه پیسش نبود که بخریم اما تو چی خوشت آمد از این پرنده به پای گلسر قبیل چیزام گلسر خوب چیزا کسته گلسر هم ما گندش کار است خورد در سر خود گل سرخ نیه تاجک سرخ داره یکم که مصطفی جان این تا که بیره تاثیر خدا کرد دیگه خوب پرنده کس برای مقبولی از دیگه خلاصه اما تو اصلی بله خب مصطفی جان درس میخونی یا نه میخونی حال زمستان شد مکتبا رخصت هستیم کورس‌ها رو تحقیق میکنی چی میخونی در کورس خوندم شروع میکنم دیگه دری میگیرم ریاضی میگیرم انگلیسی میگیرم آفرین این تا مصطفی جان اور یک گلگو باشین درسکایتون بخونین تفلکا چیزنکا
که بخیر دیگه آینده وطن ما و شما به دست نمی شما دیگه. بخیر باشی مصطفی جان، سلامت باشی، خدا. دوستا آستا آستا میرسیم دیگه به آخر کوچه که با زوج دیگه نمی لوازم سلمانی و چیزا فروخته میشه. اما پیش از او شما لازم داره بیریم که مدجات میشه یا که از دیگه خلطایی است که صاحبش هست، خلطایی است که دیگه وقتی که پرندایی را که میخرن باز داخل از این مندازن میبرن تا خانه خدا یا مثلا برای چیزایی که خرد است و هیچ که از پنجالشون کلان از دیگه داخل از این مندازن و میبرن شو طرف. خب دوستا این بود منطقه کافروشی و یا کوچه کافروشی ما برای شما گزارش گرفتیم. پرنده ها، خانه ها و تمام چیزایی که در اینجا بود ما بر شما گرفتیم و تا برنامه بعد که ما سبت در روی زاده و تیم چینل دیدار وطن در خدمت شما قرار میگیریم با برنامه دیگر جالب شما را به خالق اکتاب همتا مسپاریم. اما فراموشتان نشود که صفحه دیدار وطن را لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و با دوستانتان شریک بکنید و منتظر تقاضات، پیشنهادات و نظریات نیک شما خوبان هستید تا که بتونید برنامه را در مطابق ذوق و میل شما خوبان برای خود آماده بسازیم. تا دیدار بعد، الله حافظ و ناصر شما.